اگه امروز موسیقی هیپ هاپ انقدر بزرگ شده و یکی از بزرگترین موسیقیاست توی جهان و لایف استایل خودشو داره، همه رو مدیون یه شخصیتی هستیم به اسم کول هرک. Find it in the rec room parties of a local DJ. Kool Herc, the man who threw hip hop's first party. یه دیجی که با ایده های ساده ولی انقلابی توی کوچه‌های نیویورک انقلابی به پا میکنه. Gangs was, terrorizing the house parties and stuff. قرار راجع به کسی صحبت بکنیم که امروزه بهش میگن پدر هیپ هاپ. پس اگه عاشق رپ و دنیای هیپ هاپ هستی و تاریخشو میخوای بدونی چیه، این ویدیو دست نده. کول هرک که اسم اصلیش کلایف کمبله، سال 1955 توی جامائیکا به دنیا میاد و تا سن 12 سالگی اونجا میمونه. بعد مهاجرت میکنن با خانواده به کجا؟ به نیویورک، محله برانکس. This is the birthplace, the Big Bang, 1520 right here, where it all began. توی محله برانکس خیلی جرم و جنایت انجام میشد، ولی در عوض چیزی که داشت اونجا رشد میکرد فرهنگ موسیقی خیابونی بود. 40-50 people in there, the most. I get some milk crates, no chairs and nothing, just some crates. You know, my friends are having a good time. کول هرک از همون بچگی عاشق موسیقی بود. بعد سبکایی مثل فانک گوش میکرد، سبکایی مثل جامائیکایی گوش میکرد، ولی علاقهش به تلفیق کردن موسیقی بود. اون زمان آهنگایی که پخش میشد یه بخش خیلی کوتاهی داشت که توش درام میزدن و خیلی ریتمیک بود. بعد مردم علاقه خیلی زیادی به اون یه تیکه آهنگ داشتن، ولی خب خیلی کوتاه بود و زیاد نمیشد روش برقصی و این داستانا مهمونی بگیری باش. این علاقه کول هرک به تلفیق کردن آهنگا یه ایده‌ای به سرش میزنه. این میاد توی تولد خواهرش میاد یه ایده‌ای میزنه، میگه چیکار میکنه؟ میاد اون قسمتایی که ریتمیکن و درام دارن و میاد جدا میکنه، تو هر صفحه گرامافون میذاره، توی 2 تا صفحه گرامافون، و میاد اینا رو به اصطلاح دیجی میکنه و اینا یه ریتم خاصی در میاد و طولانی میشد و مردم میتونستن روش برقصن و حال کنن. از اینجا بریک بیت شکل میگیره. بعد از این حرکت کول هرک و ترکوندن این مهمونی خیلی سر زبون افتاد و کم کم 4 تا عنصر از این مهمونی ها اومد بیرون. یکیش دنس بود، یکیش رپ بود و یکیش گرافیتی بود و اون یکی هم دیجی بود و اینجا بود که هیپ هاپ متولد شد. و کاری که کول هرک کرد به نظرم خیلی بزرگ بود، چون الان یه به نظرم هیپ هاپ لایف استایل بزرگیه، یعنی خانواده خیلی بزرگی داره، شاخه های متعددی دارن، یعنی حتی الهام گرفتن موسیقی های دیگه از هیپ هاپ. شخصیت بزرگی بود واقعا، ولی خب اونجوری که باید شناخته نشد. من خود منم تا چند وقت پیش فکر میکردم مثلا توپاک اولین نفر رو، چون اونا رو بیشتر میدیدیم و میشناختیم. کول هرک هیچ موقع مثل بقیه رپرها یا بقیه کسایی که الان فیمسن هیچ موقع قراردادهای میلیونی نبست و هیچ موقع با اون مشهوریت سطح جهانیش نرسید، ولی همه رپرهایی مثل امثال توپاک، مثل امینه، مثل بیگی، مثل کندریک لامار، اینا همه مدیون اونن و اگه اون نبود اونا هم الان وجود نداشتن و همه اینا مدیون اون مهمونی ساده توی برانکس بود.